اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به تمامی شما عزیزان درود و احترام تقدیم میکنم. آرزو دارم تمامیتان جور و صحتمند باشین و از گزند روزگارم به امان بوده باشین و همچنان در انجام امورات کارخانگیتان موفق بوده باشین. شاگردانی که در صنف حضور دارن شما را هم خوش آمدید میگم. خدا کنه که شما هم مثل شاگردانی که ما را میبینن در درسایتان موفق باشین. پس میریم، وقت ضایع نمیکنم، درس امروز را با هم معرفی میکنیم، ببینیم که درس امروز ما چی است. درس امروز ما مضمون تعلیم و تربیت اسلامی صنف 11 است. بخیر در درس 10 رسیدیم و عنوان درس امروز ما بحث و حشر است. در این مورد از صفحه 36 تا 38 کتاب بحث میکنیم. اما خوب است یک بار از درس گذشته حدیثی را که در مورد برزخ بود ما بحث کرده بودیم، خوب است همون نکته مهمی درس گذشته را براتون یک بار یادآوری بکنم. درست است؟ گفته بودیم که ایمان داشتن به سوال نکیر و منکر و نعمت‌ها و عذاب الهی که در قبر بر انسان‌ها رخ میده و به تمامی کوایفی که در عالم برزخ به وقوع میپیونده و آنچه را که پیامبر ما در مورد برزخ چی عذاب است، چی نعمت‌ها است که ما را خبردار ساخته و سوالات نکیر منکر و سایر موضوعات فرض است. یعنی ما باید ایمان داشته باشیم که در قبر برای مؤمن نعمت‌هایی میرسه و برای منافق یا کافر عذاب الهی میرسه که این زندگی برزخ گفتیم تا به روز قیامت را ادامه پیدا میکنه. یا هم درس گذشته ما بود، اما در درس امروز برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. میریم در مورد مرحله صحبت میکنیم که بعد از برزخ اتفاق خواهد افتاد، مثل بعث و حشر. هدف درس ما هم آشنایی با بعث و حشر است. در این مورد صحبت خواهد کردیم که بالاخره این کدام موضوعات را شامل میشه و در کل بعث و حشر چی هست. آماده باشین. ما تمامی ما مسلمانان ایمانی بسیار محکم، جازم و راسخ داریم که حالات غیبی که الله تعالی در قرآن کریم و پیامبر ما در احادیث خود راهنمایی فرموده یا آورده است حق است. مانند بعث، مانند حشر، مانند پیمایش اعمال، بهشت، دوزخ و سایر اینمی غیبیاتی است، چون ما بر چشم فعلا ندیدیم، اما بنابر اشاراتی که قرآن کریم داشته و پیامبر ما در احادیث خود آورده بنان ایمان محکم داریم که بله بدون شک همچون مواردی وجود داره و اتفاق خواهد افتاد. پس میرم بحث براتون یک بار تشریح میکنم و معرفی میکنم و تعریف میکنم که چی است. در تعریف بحث گفته شده که بحث در لغت فرستادن، برانگیختن و زنده کردن را میگن و در شریعت اعاده کردن دوباره ارواح به اجساد. اعاده یعنی بازگشت دادن روح به جسد است جهت برانگیختن انسانها از قبرهایشان. این موضوعات را به نام بحث گفته میتونیم. میریم کم زیادتر این موضوع را شرح میتیم که بحث بالاخره به چی معنا. بحث، نشور، نشأة ثانیه و میعاد اینا الفاظ مترادف هستند. تمامیشان اونمو برانگیختن دوباره را میگه و در قرآن کریم هم برای یک حالت ذکر شده و این حالت و این حالت چی است؟ حالت زنده شدن پس از مرگ است. یعنی به این معنا که مردگان به امر خداوند یکتا جل جلاله از قبرهای خود برمیخیزند به گونه‌ای که ارواح دوباره به قالب‌هایشان جمع میشه و از این حالت در قرآن کریم و احادیث شریف پیامبر ما به این موضوعات گاهی به لفظ بحث بیان شده و گاهی هم به تعبیر نشر و نشور و باری هم به نشأة ثانیه یا زندگی باری دوم هم استفاده شده. بین شاگردان عزیز یک تعداد دلایل را مطالعه بکنیم که ثابت میسازه بحث وجود داره. خوب است نه؟ درست است. میریم در قرآن کریم مراجعه میکنیم
سوره مؤمنون را باز میکنیم، آیت 16 هم را مطالعه میکنیم با ترجمهش تا این موضوع برای ما خوبتر واضح شود. آیت را میخوانم براتون، دقت بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انکم یوم القیامة تبعثون. در ترجمه ای آیت گفته شده که پس از آن هر آینه شما در روز قیامت برانگیخته می شوید. خودی موضوع نشان میده که ما در روز قیامت دوباره چی میشیم؟ برانگیخته میشیم، که اشاره به موضوع چی داره؟ موضوع بحث داره. و همچنان به همین ترتیب در آیت دیگری، یعنی در سوره حج آیت 7 همچنان خداوند متعال فرموده که میخوانیمش. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان الله یبعث من فی القبور. ترجمهش: و بدون تردید الله تعالی کسان را که در قبرها اند برمی انگیزند. یا اشاره به موضوع بحث داره. و در مورد حکم بحث صحبت بکنیم. ایمان داشتن به بحث چگونه است و چی حکم را داره. ایمان داشتن به بحث هم رکن اساسی ایمان ما مسلمانان شمار میشه. بنابراین ما باید به زنده شدن دوباره انسان ها پس از مرگ ایمان داشته باشیم و حکم ایمان داشتن به این موضوع هم فرض است. یعنی کسی که از بحث انکار میورزه، یعنی قبول نداره که ما انسان ها دوباره زنده نمیشیم یا پافشاری داره به این موضوع، بنابراین از کافر شمرده میشه و منافق شمار میشه. بریم در مورد موضوع دیگه که یاد کرده بودیم، موضوع حشر یا رستاخیز، در این مورد صحبت بکنیم که حشر چی رو میگه. حشر یک بار تعریف میکنیم شاگردان عزیز. حشر عبارت از تجمع انسان ها رو میگه جهت فیصله و حساب روز آخرت. گفتیم که روزی از روزها انسان ها دوباره امی که برانگیخته شدن باز اینا تمامشون یک جا جمع میشه در یک میدانی که او میدان به نام میدان محشر میگه، به خاطر حساب و کتاب. مثلا حق مظلوم را از ظالم میگیرن یا ظالمی که بالا یک مظلوم ظلم کرده در اینجاست که باز عذاب خود را میبینه. موضوع حشر را یک کمی زیادتر شرح میتون براتون تا تعریفش کمی واضح تر شود. در روز قیامت گفتیم که انسان ها که جمع میشن در موقف و میدان حشر، این موضوعات را حشر میگن و تمامی انسان ها به منظور این موضوع در میدان محشر جمع میشن تا ای که اعمال و کردار انسان ها که در دنیا انجام داده بودن، چی اگر ظلم بود چی اگر هر کاری بود، بالاخره محاسبه میشه یه اعمال و نیکی نیکوکاران و بدی بدکاران و اینا تمامیشان شناسایی میشه و کسی که مثلا نامه اعمالشان به دست راستشان داده میشه و همچنان کسانی هستند که در اثر کارهای بدی که انجام داده بودن نامه اعمالشان به دست چپشان داده میشه و در بین امی مردم فیصله تحقق میابه یا فیصله صورت میگیره که چه کسی مستحق جنت است و چه کسی هم مستوجب دوزخ میشه، که اینمی روز را به نام حشر بزرگ همچنان یاد کرده. اگر کسی از ما و شما پرسان بکنه که با کدام دلایل شما میگن که حشر وجود داره و خداوند در میدان محشر انسان ها را یک جای جمع میکنه، ما میگیم که حشر در روز قیامت از دلایل بسیار زیاد ثابت است. از جمله میریم مراجعه به قرآن کریم میکنیم، سوره بقره آیت 203 را مطالعه میکنیم با ترجمهش. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا انکم الیه تحشرون. ترجمه: و نیک بدانید بدون شک شما به حضور الله تعالی جمع کرده میشوید. خود از این دلالت داره به موضوع حشر کردن انسان ها. و همچنان در سوره مؤمنون آیت 79 همچنان خداوند جل جلاله فرموده که میرم آیت براتون میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. ترجمه ای آیت چی گفته؟ گفته و الله جل جلاله آن ذاتی است که شما را در زمین پراگنده بیافرید و باز به سوی او جمع کرده می شوید. در این مورد یک حدیث را از پیامبر ما مطالعه میکنیم، ببینیم که در این حدیث پیامبر چی فرموده. بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها الناس انکم محشورون الی الله حفاة عراة غرلا. در ترجمه این حدیث چنین فرموده شده: ای مردم، به تحقیق شما را در حالی که پاهایتان برهنه و بدنتان برهنه و ختنه نشده می باشید به پیشگاه الله تعالی حشر می شوید. سوال داره شاگردا، ببینیم که همصنفیتان منصور جان چی سوال داره. کیها حشر می گردن؟ بسیار خوب. کیها حشر میشن؟ حشر از انسان ها، جنیات و تمامی آفریده زنده، یعنی وجود داره در دنیا و نفس میکشه، صورت میگیره و حیوانات اهلی و حیوانات وحشی هم یک از دیگر انتقام میگیرن و آنها دوباره میمیرن و خاک میشوند و تنها انسان ها است که در میدان محشر باقی میمانه. این شکل در سوره تکویر آیت 5 خداوند میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم و اذا الوحوش حشرت. ترجمه: و یاد کن روز را که وقتی که حیوانات وحشی جمع کرده شود. به این شکل در آیت دیگری، یعنی آیت 38 سوره انعام، همچنان خداوند متعال چنین فرموده: بسم الله الرحمن الرحیم و ما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امثالکم ما فرطنا فی الكتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون. ترجمه ای آیت را براتون میگم. ترجمه: و نیست هیچ جنبنده در زمین و نه هیچ پرنده که میپرد به دو بال خود مگر هر یک از ایشان جماعت ها مانند شما فرو نگذاریم در نوشتن هیچ چیز را، باز به سوی پروردگار خود حشر کرده خواهند شد. حدیث از در مورد گفته شده از حضرت ابوذر روایت است که پیامبر دو گوسفند را دیدند که یکی دیگر خود را با شاخهای خود میزدند. آن حضرت فرمود: ای ابوذر، تو میدانی اینها چرا یک دیگر را با شاخ میزنند؟ گفتم نه خیر، نمیدانم. پیامبر فرمود: مگر الله جل جلاله میداند که چرا اینها یک دیگر را با شاخ میزنند و نزدیک است که در بینشان فیصله کند که همان روزی محشر است. یا یک حدیثی بود که در این مورد بیان شده بود. پس در روایت دیگر آمده که وقتی که الله تعالی حیوانات وحشی را جمع میکنه، آنها را یکی حیوانات هم به امر خداوند یکی از دیگر انتقام میگیره و خداوند هم به آنها میگوید خاک شوید. آنها هم خاک میشود. در وقت است که کافران همچنان آرزو میکنن ای کاش ما هم میتونستیم خاک شویم. بنابراین در این مورد احادیث بسیار زیاد وجود داره شاگردان عزیز که اشاره داره به موضوع حشر و همچنان در یک کسی که زکات حیوانات خود را نمیدادن، در این مورد هم گفته شده که شتران مالکان خود را زیر پاهای خود لگدکوب میکنن و بزها مالکان خود را با پاها و شاخها میزنن که خود از این اشاره به روزی حشر داره. درس امروز یک جنبندی میکنیم شاگردان عزیز. خوب متوجه باشین. بحث تعریف کردیم، گفتیم در لغت فرستادن، برانگیختن و زنده کردن میگه و حشر هم تعریف کردیم، گفتیم که عبارت از تجمع انسان ها به خاطر فیصله و حساب در روز قیامت است و ایمان داشتن به بحث گفتیم رکن اساسی ایمان ماست. بنابراین ایمان داشتن به بحث و حشر هم فرض است. میریم به طرف کارخانگی شاگردان عزیز. سوال کارخانگی تان نوشته بکنین. سوال 1: بحث را تعریف نمایید. سوال 2: حشر را تعریف کنید. سوال 3: دلایل اثبات بحث و حشر را بیان نمایید. سوال 4 تان: الله تعالی در روز قیامت کدام آفریده ها را حشر می کند؟ انشاءالله موفق باشین تا درس آینده و بحثی دیگر مضمون تعلیم تربیت اسلامی که باز هم یک دیگر خواد دیدیم. تا اودم خداوند یار و مددگار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه می گیریم.